به نام خدای رنگین کمان، خدای خدانور و مهسا کیان. طی ماهایی که گذشت من چند بار به دادگاه حضار شدم در مورد پرونده اعتراضات مهسا و در دادگاه شرکت نکردم. مجدد ماه پیش رو من رو احضارم کردن و همچنان هم شرکت نخواهم کرد، چرا که اساساً دادگاه انقلاب دادگاه قانونی نیست و مهمتر از اون ملت ایران سیستم حاکم رو فاقد هر گونه مشروعیت و مقبولیت میدونن و تو این سالهایی که گذشته به هر شکلی اون رو بیان کردن، توی خیابون بیان کردن، با تحریم انتخابات بیان کردن و به هر شکلی که تونستن مخالفتشون رو با ساختار اعلام کردن و من به عنوان کسی که تو عرصه سیاست مبارزه میکنم باید پایبند باشم به یک سری اصول و ارزش هایی که جامعه اون رو درست میدونه و به همین دلیل سیستم قضایی که قرار بود دادگستر باشه، قرار بود عدالت رو در جامعه ایران زنده نگه داره و تبدیل شده به بازوی دستگاه‌های امنیتی و ارزشی برای قانون قائل نیست این سیستم قضایی. خب خودمون تو این سالها دیدیم که چطور برای معترضان بیگناه صرفا به خاطر اعتراض حکم اعدام صادر شده و اون رو اجرا کردن، مثل محسن شکاری، مثل سید محمد حسینی و خیلی از شهروندان ایران صرفا به خاطر مخالفت با حکومت بازداشت و روانی زندان شدند و تجربه های تلخ شکنجه به جامعه تحمیل شده و این رنج عمومی باعث آزار همگان شده. چنین سیستمی رو عموم مردم به رسمیت نمیشناسن و من هم به عنوان کسی که یکی از شهروندان این کشور هستم به این اصل پایبند خواهم بود. پیش از این گفتم پرونده‌های من رو عمومی منتشر کنید، هر چیزی که از من دارید، مستندات، مدارک، بازجویی ها، اعترافات و هر چیزی که توی ویدیوها داخل زندان، بیرون زندان، موقع بازداشت و موارد دیگه ضبط و ثبت شده برای عموم مردم و افکار عمومی منتشر کنید، چرا که من باور دارم اصلح ترین قضات مردم ایران، ملت ایران هستند و درستترین قضاوت رو میکنن و من فقط در حالتی توی دادگاه شرکت خواهم کرد که دادگاه به صورت علنی باشه، با حضور مردم، با حضور رسانه ها. با این حال میتونید من رو بازداشت، زندانی کنید، حکم اعدام صادر کنید یا من رو بکشید، اما من رو نمیتونید تسلیم خواست نامشروع خودتون بکنید. من رو نمیتونید تبدیل به بنده و برده حاکمیت نامشروع بکنید. میتونید آزارم بدید، میتونید تهمت بزنید، میتونید تخریب بکنید، اما نمیتونید عشق من به این سرزمین رو از من بگیرید. نمیتونید کاری کنید که من مردم این سرزمین رو دوست نداشته باشم و با هیچ تهدید و زور و فشار و قلدری من عقب نمیکشم. همون جوری که ملت ایران توی این 4 دهه با تمام سرکوب‌ها و با تمام فشارهایی که روی این جامعه بوده از رویای آزادی و آبادی این کشور و رفاه برای مردمش دست نکشیده. من با قلبم و با تمام وجودم برای این کشور و برای این مردم ایستادم و خواهم ایستاد. کاری که میدونم خیلی از ایرانی ها میکنن، همون باوری که پیش از این هم داشتم که توی این کشور خیلی ها هستن که حاضرن جونشون رو فدای این سرزمین، فدای این مردم بکنم و من هم یکی از همون آدم ها هستم. گفتید اگر خودش رو بیگناه میدونه، اگر جرمی مرتکب نشده بیاد از خودش دفاع کنه. من دفاعی ندارم، من حرفی با شما ندارم. حرف من حرف بچه‌هایی که توی خیابون‌ها کشته شدن، خونشون ریخته شده، بچه‌هایی که چشماشون رو از دست دادن، بچه‌هایی که توی زندان‌ها شکنجه‌ها و رنج‌های بسیاری رو متحمل شدن. خواست من خواست پرستاران، خواست کارگران، خواست دانشجویان، خواست معلمانه که سال‌هاست
با تمام این فشارها، با تمام این تهدیدها ایستادن و خواسته های خودشون رو فریاد زدن برای داشتن آزادی، برای داشتن یک زندگی عادی و حرف من همین هاست. بنابراین باید بگم چه دفاعی. مسئله اینه که اونی که بچهای این سرزمین رو کشته شما هستید، اونی که قدرت و اسلحه دستش شماها هستید، بازداشت میکنید، زور میگید، فساد دارید، رانت پخش میکنید، به مدارس دخترانه حمله شیمیایی میکنید، زنان رو توی خیابون مورد آزار و اذیت قرار میدید، هر کسی حرف میزنه بازداشت و تهدیدش میکنید، خانواده‌های دادخواه رو به هر شکلی اذیت و آزار میدید که از خون عزیزانشون بگذرن و طبعا در چنین شرایطی اونی که باید پاسخگو باشه شما هستید و اونی که باید محاکمه بشه شما هستید، نه مردم نه ما. اگر هم منظورتون اینه که من همچنان روی حرفام ایستادم، بله من ایستادم و همچنان معتقدم که شما ایران رو، این کشور غنی، این کشور تاریخدار رو ویران کردید، زندگی ایرانیان رو به تباهی کشوندید و مسئولیت تمام اینها با شماست و باید در قبالش پاسخگو باشید و اگر اندکی شرافت و وجدان درون شماها وجود داشته باشه در تداوم وضعیت موجود مشارکت نمی کنید، در سرکوب مردم نقش ایفا نمی کنید و قطع به یقین میدونم که شماها خطری که بالای سر مردم و این کشور هست رو بهتر از ما میدونید، چون دسترسیتون به اطلاعات بیشتر از ماست و نابودی این کشور، نابودی این سرزمین برابر با نابودی همه است، از جمله خود شماها. قاضی پرونده گفته که مطمئنید که رونقی از ایران نرفته. همونجوری که من بارها گفتم ایران توی قلب من جا داره، مردمش توی قلب من جا داره. من در قلب ایران و کنار مردم ایران ایستادم، هیچ جایی هم نمیرم چون جایی برای رفتن ندارم جز این سرزمین. اگر هم فکر میکنید که همه چیز تمام شده، همه چیز به فراموشی سپرده شده، مردم فراموش کردن، باید بگم اشتباه میکنید. شما خون ریختید و خون به فراموشی سپرده نمیشه، خون میجوشه و نمیذاره که حقی توی این سرزمین پایمال بشه. ما چیزی برای از دست دادن نداریم جز این سرزمین، جز همدیگه و هر روزی که توی این خاک قدم میزنیم در کنار اینکه به خودمون، به زندگیمون، به هموطنانمون فکر میکنیم، به مرگ این سرزمین داریم فکر میکنیم که شما رقم میزنید، اما ما میستیم و این کشور رو، این مردم رو از این سیاهی و تباهی که شما براش ارمغان آوردید نجات میدیم. مسئله دادگاه یا حضور من توی دادگاه نیست، مسئله اینه که شما مشروعیتی در بین مردم ندارید. شما ایران رو اشغال کردید و هر روز به هر شکلی به این مردم رنج تحمیل میکنید و به زودی قدرت اصلی که از آن مردم هست رو به خود مردم باید برگردونید و پاسخگوی تمام این ویرانی ها، تباهی ها و جنایت هایی که تو بیش از این 14 اتفاق افتاده باشید. و تأکید میکنم انتخاب من موندن توی ایرانه، با وجود تمام خطراتی که وجود داره، بازداشت، زندان، مرگ، و در هیچ دادگاهی شرکت نخواهم کرد. همونجوری که تا امروز شرکت نکردم از این پس هم شرکت نخواهم کرد. حکم بازداشت من رو صادر کنید، مثل دفعات قبلی که خفت کردید، دزدیدید، روبودید، قلدری کردید، میتونید باز همون کار رو انجام بدید، اما نه من جلوی شما سرخم خواهم کرد، نه از احکام نامشروعتون تبعیت میکنم. هیچ حرفی هم با شما نداشتم و نخواهم داشت جز همون حرفی که مردم، ملت ایران به کلیت نظام جمهوری اسلامی گفتن و اون هم در یک کلام بوده: نه، پاینده ایران، زن، زندگی، آزادی.